شماره 5-6 تاشونه. قابل اعتمادن؟ خودت ببین کدومشون میتونن کارت راه بندازن. انشاءالله که کارت راه میفته. خیلی زحمت کشیدی. با اجازت. به سلامت. آخه من نمیتونم برم خونه رو بکنم که. آخه من که نمیتونم چیزی خوردش بدم. هنوز چیزی نشده، واسه چی 500,000 تومان باید بهت بدم؟ حال؟ من اگه میتونستم دست به دامن شما نمیشدم. راستش من از دست کارای پسر ما حرفای در همسایه ترسیدم و بهش گفتم برو، اما فکر نمی‌کردم واقعا بره. حالا که رفته میبینم از تنهایی خیلی میترسم. اسم؟ یحیی. نام مادر مریم. اسم اون چی بود؟ گلی. اسم مادر؟ ایراندو. پاچر برده. دست چپ تو بزن تو کاست. دیگه بالا. این نوشته رو بگیر، وقتی دیدیش بسوزونش. اینو میبری تو خونش، باید آتیشش بزنی با گاز یا فندک. اونم شیده و دیوونت میشه. نمیشه یکی از اون موکلای شما بره؟ خودت هم باید یه کاری بکنی دیگه. یعنی دوباره میبینمش؟ آره. خدا خیرتون بده. با اجازه. فقط حواست باشه کسی نباشه، عکسی هم از کسی اونجا نباشه، چون ممکنه واسه اون عمل کنه. من باید هر روز بیام اینجا. والیا رو باید تموم کنم. خب نه خیالتم راحت، میخواد بره پیش پسرش، حالا هم نمیاد. زنگ میزنم بهت. سلام حاج یحیی، خوبی؟ کی برگشتی؟ سلام. تازه رسیدم. اومدم گلی خانم سوزنمو بزنه.
خدا بد نده بهتون. زده برو کنار ببینم. حالا آمپول چی هست؟ درد خانمان سوزیه. خب چرا درمونگا نزدی؟ قدیمیای محل فقط پلو یه نفر آمپول میزن، اونم من. بزنم آقا یحیی. گلی خانم نخ تموم شد، برم بیارم؟ برو، ولی هیچ کس چیزی نفهمه. نه خیالتون راحت باشه. تو واقعا اومدی آمپول بزنی؟ معلومه که نه. من اومدم تو رو ببینم. میدونی آمپول من از مغازه ممرزه کفاش رو بساطش بود. کش رفتم. یا خدا. یحیی برو تا شر نشده. تو که اینقدر ترسو نبودی. چی؟ مثل اینکه یادت رفته 5 ماه پیش کی ترسید گذاشته رفت. من اگه رفتم نه از ترس امیر بود نه از صحبت مردم. تو خودت گفتی برو، منم رفتم. فکر کردی بذاری بری همه چی درست میشه. یه چایی برات میارم، چایی تو بخور، بردار برو همون جایی که بودی. چشم. آقا یحیی، آقا یحیی، آقا یحیی، بفرمایید.